رحیم یک راس گوسفند در روستای کولکو 35 کیلومتری شهرستان خاش زایده که این گوسفند 2 بزغاله زایده، یعنی این 2 دست، اینا 2 دست، با این 2 دست و این 2 پا، این هم 2 پا و هر 2 بزغاله ماده هستند و فقط یک سر داره، یک سر، 2 دست در پشت، 2 دست در جلو و 4 پا، 4 پا، یک سر در روستای کولکو و مردم هنوز عبرت نمیگیرند و از خدا نمیترسند و روز به روز و صدا سیمای ما هم فیلم های شنبل و شاهی رو در موقع نماز میذاره که مردم نگاه کنه و مسجدها همه خالیه و خدا اینجوری عبرت میفرسته. عبرت بگیرید لطفاً، همه جا پخش کنید.